مقامات تاجیکستان انتخابات ریاست جمهوری را برگزار شده اعلام کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت تا ساعت 3 روز 6 نوامبر بیشتر از 60% رای دهندگان در انتخابات شرکت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی و 5 نامزد دیگر با اهل خانواده‌های خود در دوشنبه رای دادند. یک ناظر حزب کمونیست در قطعه رایدهی در خوجند جریان انتخابات را به رادیو آزادی چنین تصویر کرد. پیشتر با حشمت می‌گذشت. کارنامه سورنای بود در نزدیک участковый انتخاباتی فروش محصولات‌های اوزقواری گذرانیده می‌شد. کمتر با حشمت گذرانیده می‌شد. این نوبت آرامانه گذشته است. مقامات رسمی میگویند که انتخابات به قانون شکنی صورت گرفته، اما خبرنگاران رادیو آزادی رایدهی یک نفر به جای اهل خانواده را نیز ثبت کردند. خب جان شما بجای کی آواز دادید؟ ناظران بین المللی روز پنجشنبه خواهند گفت که انتخابات تاجیکستان تا چه حد شفاف، عادلانه و دموکراتی صورت گرفته است. در یک روستای مرزی قرقیزستان میان جوانان این روستا و 5 مرزبان تاجیک ماجرای خرد سر زده است. جنیش حیدرов خبرنگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی از این روستا چنین گزارش می‌دهد. 5 noyabr kuni tungi soat 1ler chamasında Tojikiston bilan cheklashgan Batkenro'ning Ko'ktosh شب 5 نوامبر گروه از جوانان قرقیز از یک توی به دهه کوکتاش برگشته در دهه ماشینی را دیدند که رقم‌های تاجیکستان را داشت. جوانان در داخل ماشین مرزبان‌ها را دیده از آنها پرسیدند که در آنجا چیکار می‌کنند. وقتی ماشین به حرکت درآمد، جوانان قرقیز به سوی ماشین سنگ انداختند. مقامات ولایت بادکن قرقیزستان گفتند که قضیه را تحقیق می‌کنند و تاکنون جانب تاجیکستان در رابطه با تفتیش این ماجرا از آنها درخواست نکرده است. در دوشنبه تمایل نوی به چشم می‌رسد و آن هم نصب شعار و نوشته‌های مذهبی در پس ماشین هاست. سالهای پیش در پس ماشین ها هشدارهای به مثل ای ساربان آهسته‌ران دیده می‌شد، اما حالا جای اینها را عباره‌های تحسینی به مثل ماشاءالله یا زندگی من بر اساس فرموده‌های الله است دیده می‌شود. تمایل مذکور را به مذهبی شدن مردم در تاجیکستان ارتباط می‌دهند، هرچند می‌گویند که بسیاری‌ها به معنی این گونه شعارها سرفهم نمی‌روند. اخباری تازه دیگر و انعکاس وسیع انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در تارنمای رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم ضمیمه رادیو آزادی در تلفن‌های هوشمند.